خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال بنده. توی این ویدیو قرار است موضوع ماینکرافتی خیلی خفن رو دو تا راز در واقع میخوام بهتون یاد بدم که خیلی به دردتون میخوره. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک کامنت حساب فراموش نشه. با این کارتون هم خیلی حمایت بکنید. دم همتون گرم. لیتس گو. خب راز اول اینه که اگه شما وارد ندر بشید، بذار که اشتباه گذاشتم. خب اینجا یه پورتال ندر ما میسازیم. از اون میدونم شما نسازه باشه اما برون بره داشته باسم بله داشته باسم حاک تو سر من کنم گفت میزه آقای میشه دوستان عزیز مشکلات در پشت صحنه پیش آمده. خیلی خوب پورتال کامل شد. ما بریم واردش بشیم. رفقا بذاریم من سوروایوال کنم. سوروایوال خودم کردیم اشتباه شد. خودم شو برید. خب آدم ما وارد پورتال ندر میشیم. خیلی به درد میخوره. حتما یه بار امتحانش کنیم. خب وارد ندر داریم میشیم. خب توی با این صحبت میکنیم. اگه شما توی هر جایی توی اسپانر بریز هم مثلا باشی، توی فورترس یا مثلا مهمه مختلف دیگه اگه آتیش گرفته باشید، حتما این کار رو انجام بدین. دو روش وجود داره. یا کالدرون بذارین توش آب بریزی که بقدر اسپانر بریزه بذارین خیلی به دردتون میخوره، یا یه همچین دیگه انجام بدین. شما اینجا آتیش رو روشن میکنم من. بگیرین پوشن رو درگ دارین آب باشه اصلا زورت. خاموش شد. دیدین؟ یه بار دیگه من امتحان میکنم دوستان. یه بار دیگه من امتحان میکنم نکنید. آتش خاموش شد. به همین راحتی. روش دومش هم بهتون گفتم میشه کالدرون بذارین که خیلی خیلی به دردتون میخوره. خب بریم وارد دنیای اوورورلد بشیم. یا یه راز دیگه هم بهتون بگم این آسانسور خیلی باحاله. کجا وارد شد بالا؟ خدا. خب بریم رفاقا ما بریم اوورورلد. اوکی سیف کردیم اینجا. خب اینجا رندوم است اسمان شدیم. اشکال نیست. اینقدر مثلا یه ارتفاعی میام بالا. خیلی خوب میام بالا. خب ما اینجا رو کلن آب میزنیم. نکنید آب شد کامل. حالا ما میام اینجا رو به که عسل میذاریم که آبا رو ببندیم. خب الان آب کاملا بسته شده رفقا. حالا میام کلپا رو میذاریم. خیلی خوب حالا این بچه اشتباه شد ببخشید. من زیرش هم باید سولسند بذارید. حتما زیرش باید سولسند بذارید. زیر باید سولسند بذارید. حتما زیر من سولسند رو بیارم. سولسند اشتباه شد. اگه کلپار نذارید مهم نیست. اینجا وایسید راحت بیاریم بالا. دیدید؟ امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. دم همتون گرم. خدا نگهدار.